والا خنده داره. بگن فضای مجازی محل تهدیده، محل فرصت ماست. اگر این ساکتین از خواب بیدار بشون. آقا یه گوشی دستم هست، 4 تا میتونم پیام بگذارم، فوروارد بکنم. بعضی وقتا تظاهرات دیدید میگن آقا عجب جمعیت، اینا کجا بودن؟ خب چرا تعجب میکنی؟ چون وقتای دیگه ساکتن. و هم میگه آقا امام زمان بیا آقا. به خدا ما رومون زیاد. نماز میخونه اما تبلیغ نمیکنه دین رو. شمر بن ذوالجوشن ملعون گفت بگیر سر امام حسین که نماز عصر هم داره قضا میشه. اون نماز که فایده نداره که. اونی هم که نماز میخون تو کوفه نرفت نصرت امام حسین، اونم نمازش رو کمرش بود. ولی فقیه مکررن مطرح فرمودن جهاد تبیینه. زندگی ما همه باید تغییر کنه. به عمار فرمود یه شبهه جواب دادی، تو جز مجاهدین در راه خدا هستی. نام خودش رو جز مجاهدین در راه خدا نمیخواد ثبت کنه. یه اخیراً زبانم نمیخواد بچرخه، انگوش شست تو فشار بده.